A few moments later. Two hours later. خب من تصمیم گرفتم که چالش 75 روز سخت رو شروع کنم، چون دیشب سارا حقیقت که ویدیو گذاشته بود میخواد این چالش رو شروع کنه و تصمیم گرفتم که این بار باش پیش برم و اولین بارم واقعا دارم این چالش رو انجام میدم. نمیدونم قراره چی پیش بیاد، ولی کلا مدل من فرق داره، یعنی با اون اصلش به چیزی که سارا داره انجام میده. کلا مدل من بیشتر درسی و اینجور چیزاست، به خاطر اینکه خب من شاید همین جوریه که بعد بیشتر درس بخونم تا مثلا بخوام ورزش کنم و چه می‌دونم اینجور چیزا. به خاطر همین کلا مدل من فرق داره. حالا الان کاری که می‌خواستم انجام بدم این بود که بیام از توی نوشن، یعنی ببینم که تمپلیت براش ساختن، مثلا هابیت ترکری چیزی که مثلا توی نوشن وارد کنم هر روزو. بعد یه ذره اینجوری دارم با خودم فکر می‌کنم که شاید روی کاغذ همه ی روزا رو بیام بنویسم و اینجوری پایبندیم بیشتر میشه، اینکه همه ی روزا مثلا جلو چشم باشه که مثلا یه 75 روزه الان و تو باید این کار رو انجام بدی. نمیدونم، واقعا نمیدونم. Thousands of tears later. شاید هم توی تقویم وارد کنم، واقعا نمیدونم باید چیکار کنم. اگه که مثلا یه تمپلیت خیلی خوب و باحال پیدا کنم، خب قطعا تحریک میشم که توی نوشن انجام بدمش. ولی بچه نوشن یه اپلیکیشنه که میتونید باهاش کلی کار انجام بدین. من بیشتر استفاده که ازش میکنم اینه که جزوه‌ها واردش میکنم و اینا، و شما میتونین کار دیگه هم باش انجام بدین دیگه، هر کاری که دوست دارین. مثلا مثل دفترچه یادداشت میمونه، همین دیگه. حالا ببینم که چی میشه. همین نوشتن یه جور دیگه ای خاصه، میدونی که مینویسی مثلا هر روز تو اینا رو، نمیدونم. خب یه سری چیزا پیدا کردم، مثلا ایناییه که مثلا بقیه آدما درست کردن. یکیشو اگه بخوام بهتون نشون بدم، حالا مرد دیگه نمیاد. ببین الان یه دونه از تمپلیتاش اینه، کلا همینه. یعنی مثلا اگه آب تو خوردی اون روز بعد اینو بزنی، مثلا اگه تمرینتو انجام دادی اینو میزنی. What the fuck؟ یعنی اصلا دوستش ندارم. چیه این؟ خیلی مزخرفه و چرت و پرته. یه چیزی تقریبا تو مایه هایی که میخواستم پیدا کردم، بیام بهتون نشون بدم. آقا من یافتم اون چیزی که باید میافتم رو یافتم. این خیلی باحاله، یعنی روزا رو الان دارم یادداشت میکنم اینجا. بعد وقتی مثلا چک بزنی اینا رو، اینجا برات پایین میاره که مثلا چند روز مثلا انجام دادی. اینو ببینین، این پایین مثلا میاره که مثلا میتونی به درصد انتخاب کنی. من انتخاب کردم که نه، مثلا به عدد باشه، که مثلا هر روزی که مثلا تیک میزنم که اون کار رو انجام دادم
البته خب مثلا اینا رو باید عوض کنم، این بالاها رو. مثلا این آب، این اصلا نمیدونم چی بود این. کتابه، این مثلا ورزش کردن، این رژیم و ایناست که من اینا رو باید عوض کنم بر اساس چیزی که خودم میخوام انجام بدم. ولی فعلا حالا روزا رو دارم اضافه میکنم تا آخر دوره قشنگ همه روزا رو بنویسم ببینم که چجور میشه. Later. تقریبا مثلا فکر کنم 45 دقیقه 1 ساعت طول کشید. نمیدونم شدم کمتر شدم بیشتر، نمیدونم واقعا. انقدر خواهم میاد دارم میمیرم از خواب. واقعا این عادت خوابیدن رو باید ترک کنم. همیشه مثلا این موقع مثلا خواب بودم 2 ساعت کنم میخوام روزا 2-3 ساعت حتی، ولی این تموم شد تقریبا چیزی که میخوام. ولی واقعا خوابم میاد، توانایی انجام دادنشو ندارم. With this feeling I can leave. I'm walking and I'm dreaming. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you? It's very clear that the first night after learning, you want to. It was at this moment that he knew. He fucked up. It's cold. Do you want a bite of it? Just getting me above now. Just getting me above. 8:01 p.m. ببین از کاری که توی این 75 روز بعد انجام میدادم همش مونده و کلا فقط نیم ساعت درس خوندم، 1 ساعت دیگه مونده بعد درس بخونم، 10 دقیقه ورزش کردم، 35 دقیقه دیگه مونده که ورزش کنم، یه 45 دقیقه هم یه کار دیگه دارم خارج از این برنامه است بعد انجام بدم. اینجوریم که تا 10:30 قرار طول بکشه و واقعا حوصله ندارم. ولی خب میدونی بعد انجام بدم. او شیت 30 دقیقه آلمانی هم نخوندم. ببین یکم به خودم حق میدم واقعا، چون این چالشه رو از ساعت 5 اینا شروع کردم، یعنی مثلا 3 ساعت الان تازه، ولی خب طبیعی بهش نرسم چون از صبح شروع نکردم. فردا برم بیمارستان و تعطیلی دیگه تمومه. فردا بیمارستان دارم، پس فردا کیشیک دارم 300 بعد برم کیشیک.